سلام خدمت همراهان همیشگی شرکت بیوند. امیدوارم کارتون خوب باشه. امروز میخوام پاسخ سوالهایی که در مورد ویزای استارتاپ کشور کانادا از من میپرسین با هم بررسی کنیم و من بهتون پاسخ بدم. حالا سوالی که بیشتر از من میپرسیم کلا ویزای استارتاپ چیه؟ ببینیم ویزای استارتاپ برنامه‌ایه که برای جذب کارآفرین‌های نوآور که ایده های تجاری خلاقانه‌ای رو دارن و این ایده رو میتونن توی کانادا حالا باز کنن و کسب کارشون اونجا شروع کنن و به اشتغالزایی برسن هستش که این ایده هم میتونه از جانب شما باشه و یا ما هم میتونیم ایده هایی رو به شما پیشنهاد بدیم. و نکته جالبی که توی این ویزا هستش، بعد از اینکه به کشور کانادا رسیدین و اقامت دائمتون رو دریافت کردین، اجباری در راه اندازی این ایده در کشور کانادا نیستش. این بستگی به شما داره. حالا سوال دومی که بیشتر میپرسین، نوع این ویزا چه نوع ویزایی هستش، تایپش چی هستش، که سوال خیلی خوبی هستش. ببینید این ویزا تنها ترین ویزا توی کشور کاناداست که مستقیم به شما اقامت دائم کشور کانادا رو میده. ما بقیه ویزاها توی کشور کانادا همشون مدت دار هستن، 2 ساله، 3 ساله، 1 سال هستن که اگر بخوایم برای اقامت دائم کشور کانادا اقدام کنیم، بعد از این مدت باید شرایط و شروطی که دولت کانادا از شما میخواد رو به جا بیارین و اثبات کنیم. ولی در ویزای استارتاپ کشور کانادا این شرط و شروط ها نیستش و مستقیم ما برای شما اقامت دائم کشور کانادا رو میگیریم. حالا سوال دیگه ای که از من میپرسیم، با این اقامت میشه برای پاسپورت و شهروندی کشور کانادا اقدام کرد یا نه؟ جوابش بله هستش. ببینیم ما از طریق ویزای استارتاپ اقامت دائم کانادا رو برای شما دریافت میکنیم که 5 ساله هستش. اگر توی این 5 سال 3 سالشو به صورت فیزیکی در کشور کانادا حضور داشته باشین، میتونین برای شهروندی و پاسپورت اقدام کنیم. و این 3 سال هم اینجوری نیستش که حتما پشت سر هم باشه و یک جا باشه. مثلا به عنوان مثال 5 ماه میتونین اونجا باشین، 1 سال بیرون باشین، 2 ماه اونجا باشین، 3 ماه بیرون باشین. این بستگی به شما داره، ولی حتما باید توی 5 سال 3 سالش رو به صورت فیزیکی اونجا حضور داشته باشی. و اگر بخواید اقامت دائمتون رو تمدید کنین، اگر توی 5 سال 2 سالش رو اونجا حضور داشته باشی، میتونین برای تمدید اقامتتون اقدام کنید. حالا توی ویدیوهای دیگه هم حالا سوال دیگه هم هستش، ان شاءالله با توی ویدیو دیگه هم با هم صحبت میکنیم اونجا. باز هر سوالی داشته باشین شرکت بیوند در خدمت شما، حتما با ما تماس بگیرید. قربان شما، روز خوبی داشته باشین.